من نه به خواست خودم بلکه محیط اطرافم که دوران بچگیمو در اونجا گذروندم و جوی که بر من از طرف خانواده‌ام حاکم بود باعث شد که به دعانویسی رو بیارم و از دوران خردسالی به دلیل روش تربیت و صحبت خانواده‌ام با من روز به روز درونم بیشتر از روز قبل دچار عقده و حفره‌های عمیق احساسی بود. زندگیم فراز و نشیب‌های زیادی به خودش دیده و منو حسابی بالا پایین برده. دوست دارم از اول زندگیم و تا جایی که در حول محور ماورا برام اتفاق افتاده برای شما روایت کنم. در اول بهتون میگم که اگه من به طرف اجنه رفتم با اینکه کارها و فعالیت‌های دیگری رو میتونستم انتخاب کنم، فقط دلیلش یه چیز بود. اون دلیل این بود که یه حس درونم مثل خوره همیشه با اون بود که احساس میکردم از تمام کسانی که اطراف من وجود دارن کوچکتر و حقیرتر هستن و فقط به خاطر اینکه از تمام افراد دور و برم بزنم بالا و پوزشون رو به زمین بزنم، ناخودآگاه غیر ارادی و میشه گفت دست روزگار حرفه دعانویسی رو گذاشتم. من نه به خواست خودم بلکه محیط اطرافم که دوران بچگیمو در اونجا گذروندم و جوی که بر من از طرف خانواده‌ام حاکم بود باعث شد که به دعانویسی رو بیارم و از دوران خردسالی به دلیل روش تربیت و صحبت خانواده‌ام با من روز به روز درونم بیشتر از روز قبل دچار عقده و حفره‌های عمیق احساسی بود. زندگیم فراز و نشیب‌های زیادی به خودش دیده و منو حسابی بالا پایین برده. دوست دارم از اول زندگیم و تا جایی که در حول محور ماورا برام اتفاق افتاده برای شما روایت کنم. در اول بهتون میگم که اگه من به طرف اجنه رفتم با اینکه کارها و فعالیت‌های دیگری رو میتونستم انتخاب کنم، فقط دلیلش یه چیز بود. اون دلیل این بود که یه حس درونم مثل خوره همیشه با اون بود که احساس میکردم از تمام کسانی که اطراف من وجود دارن کوچکتر و حقیرتر هستن و فقط به خاطر اینکه از تمام افراد دور و برم بزنم بالا و پوزشون رو به زمین بزنم، ناخودآگاه غیر ارادی و میشه گفت دست روزگار حرفه دعانویسی رو گذاشتم.